کار میکنه که شما دولت تضعیف نه بابا. من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا 4 تا انتقاد بکنید، 4 تا فشار این که به شما میگم، چون 4 تا اصلا عقل اینو میگه که من الان باید بگم نمیذارم. من تو مجلس من نوعی، من نماینده در مجلس باید قدرت چانه زنی ایشونو در مذاکره ببرم بالا، بگم آقای عراقچی فکر نکنیم ما اجازه نمیدیم اصلا و ابدا. غنی سازی اصلا نباید بیاد مثلا زیر 60%. به اون ایشون که میره اونجا میشینه باید بگه آقا تو فکر نکن هرچی تو بگی من میتونم بگم بله. ما در مجلس داریم نماینده داریم، نمایندگان مردمن، اون اجازه نمیدن. نفر بعد جناب آقای حسین سمس از تماشاگران محترم خواهش میکنم به دلیل رعایت شأن مجلس خواهش میکنم تشویق انجام نده. این خواهران محترمی که شرف حضور دارن، این باب نبود در مجلس، شما دارید باب میکنید، این کارو نکنید. خب